الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وسل اللهم وسلم وضد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه تجلی اخلاق اسلامی در قرآن کریم. در این قسمت از برنامه قصد داریم راجع به یک موضوع بسیار زیبا، یک موضوع بسیار مهم، یک صفت اخلاقی بسیار والا صحبت بکنیم. یک ثروت بسیار عظیم. کسانی که این صفت در وجودشون اومده و مزین شدن به این صفت و دست یافتن به این صفت و خود رو به اون رسوندن، واقعا ثروت بزرگی رو به دست آوردن. صفتی که بسیار زلال و پاک، صفتی بسیار گوارا و گوارایی آبی صاف و خنک. همون گونه که آب زلال، آب گوارا بسیار لذت بخشه و بسیار مفید و در عین حال بسیار مهم برای سلامتی جسم انسان، برای وجود انسان مهمه و ثمر بخش. بسیار بسیار بیشتر از این صفت برای روح ما مثمر ثمره و مفید و حیاتی و نیاز داریم ما. و روح ما رو جلا میده و روح ما رو تازه میکنه. این صفت زیباست به مانند لفظش، زیباست به مانند محتوا و کلامش. اخلاص. بسیاری از ماها این کلمه رو زیاد شنیدیم، اما واقعا قدر این کلمه و معنا و مفهوم واقعی اون رو میدونیم یا نه؟ کاش میدونستیم. قصد داریم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. اخلاص در لغت، در معنای لغویش، به معنای پاک کردن، به معنای یک دست کردن، یک سره کردن، یعنی یک شکل کردن. خالص از همین لفظ گرفته شده. خالص و اخلاص از یک مصدرن، از یک اصلن. خالص کردن. اخلاص یعنی خالص کردن. در اصطلاح اخلاص یعنی خالص کردن عمل، خالص کردن عبادت ها، چه عبادت های جانی باشه، چه عبادت های زبانی باشه، مانند ذکر، تلاوت، عبادت های جانی مانند رکوع، سجده، روزه، نماز، یا عبادت های مالی باشه مانند زکات، صدقات، خیرات، یا عبادت های درونی قلبی باشه مانند محبت، مانند خشم. خشم هم در جای خودش یک نوع عبادته برای دشمنان الله. مانند توکل و مانند خود اخلاص، نیت خیر. پاک کردن تمامی انواع و اقسام عبادات با نیتی صادقانه، خالصانه، پاک
از تمامی شائبه های شرک. شریک قرار ندادن برای خدا. چیز دیگه رو در این عبادت، در این کار، در این فعل شریک نکنید. هدف ما از انجام این عبادت فقط رضای الله باشه، فقط دست یافتن به خوشنودی الله باشه. این عبادت خالصانه به خاطر الله است. الله متعال در بیش از 30 آیه قرآن راجع به این موضوع بسیار مهم سخن گفته. یکی از این آیات آیه 11 سوره مبارکه زمر هست. قل انی امرتو، ای پیغمبر من و بندگان من بگو، من پیغمبر، من محمد صلی الله علیه و سلم مأمور شدم، دستور یافتم، به من امر شده ان اعبد الله مخلصا له الدین، که الله رو عبادت بکنم به چه شکلی؟ خالصانه، بدون هیچ گونه آلودگی شرک، فقط به خاطر خودش، مخلصا له الدین، تمام دینم رو خالصانه به خاطر اون انجام بدم. دین من مال اونه، عبادات من مال اونه و امید و چشم داشت من هم به اوست. 3 آیه جلوتر در همین سوره باز در آیه 14 الله تعالی می‌فرماید قل الله اعبد مخلصا له دینی، بگو من الله رو عبادت میکنم خالصانه، دین من برای اوست، تمام وجود من برای الله است، امید من به الله است، دنیای من از الله است، آخرت از آن الله است، مالک الملک، تمام عالم از اوست. و در آیه دیگری در سوره مبارکه انعام آیات 162 و 163 الله تعالی به پیامبر خود امر می‌فرماید که به شما، به مخاطبین خودت، به امت خودت، به بندگان من برسان که ان صلاتی، بگو به اونها نماز من و نسکی، قربانی من، عبادات من، مناسکی که انجام میدم، و محیای و مماتی، زندگی من، مرگ من، لله رب العالمین، از آن الله هست، پروردگار عالمیان، لا شریک له، هیچ شریکی برای اون قائل نمیشم در این عبادت. و بذلک امرت، من مأمور شدم، امر داده شده بودم، دستور یافتم به خاطر این کار. و انا اول المسلمین، و من پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولین کسی هستم که به این دستور اجابت کردم، تابع شدم به این دستور. ما مأمور شدیم از طرف الله تعالی که اون رو عبادت بکنیم خالصانه. و چقدر زیباست این صفت. تصور بکنید کسی که یک نهری از آب زلال و گوارا و خنک در اختیار داشته باشه، چه سرمایه بزرگی این نهر، و چقدر استفاده میکنه از این نهر، شرطی که آبش خالص باشه، گوارا باشه. کسانی که به این صفت مزین شدن، اخلاص، و این چشمه فوران، این چشمه جوشان رو در وجود خودشون، در قلب خودشون تولد دادن، در قلب خودشون به وجود آوردن، اینها صاحب ثروت بسیار بزرگی شدن. چرا؟ آیا میدونید که میشه با این صفت تمامی عبادت هایی رو که مؤمنین و مسلمانان در روی زمین انجام میدن در کارنامه اعمال خودمون بنویسیم؟ ما میتونیم با این صفت داخل خونه خودمون نشسته، هیچ کی هم از ما خبر نداره، حتی بدون اینکه کسی حرفی بزنیم با کسی، در درون خودمون برای خودمون ثروت اندوزی کنیم برای آخرتمون. در درون خودمون، بله، در درون خودمون ما نشستیم داخل خونه خودمون، پشت میز کار خودمون، محل کارمون، در سر زمین کشاورزی خودمون، پشت میز تدریس، پشت میز تعلیم، پشت فرمون ماشین، در حال پیاده روی در مسیر، در حال دراز کشیدن و استراحت کردن، عبادت‌های بسیار عظیمی رو برای خودمون جمع بکنیم با این صفت، با آوردن این صفت در وجود خودمون. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود، بنابر روایتی که امام بخاری در اول کتاب خودش ذکر کرده از عمر رضی الله عنه،
که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود انما الاعمال بالنیات. اعمال انسان ها با چی سنجیده میشه؟ یک میزان سنجش دارن اعمال انسان ها و اون میزان سنجششون چیه؟ نیت های اون هست. عمل هر شخصی با نیتش سنجیده میشه. به چه نیتی انجام داده؟ برای چی انجام داده؟ فمن کانت هجرته الی الله و رسوله فهجرته الی الله و رسوله. هر کسی که به خاطر الله و رسولش هجرت میکنه، مسیر رو میپیمایه، ترک میکنه دیار و وطن خودش رو، از جایی به جای دیگه منتقل میشه به خاطر کسب رضایت الله و رسولش، کسانی که همراه با رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، فهجرته الی الله و رسوله، فاین هجرتش به خاطر الله است و به خاطر رسولشه. و من کانت هجرته لدنیا یصیبها او امرأة ینکحها فهجرته الی ما هاجر الیه. اما کسی که هجرت میکنه به خاطر اینکه با زنی ازدواج بکنه، هدفش از این هجرت ولو اینکه صحابی باشه که از مکه مکرمه به مدینه هجرت میکنه به همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم و یارانش، اما به این نیت که در مدینه زنی است که با اون ازدواج بکنه، این هجرتش به خاطر اون زن بوده، به خاطر خدا و رسولش نبوده. گرچه ظاهر عمل همون ظاهری، بقیه کارهای هم کاری رو که بقیه انجام دادن این هم انجام داده. هجرتو الی ما هاجر الیه. یا به خاطر مال دنیا تجارت میکنه، میره فقط به خاطر اینکه یک چیزی دست پیدا بکنه. گرچه اگر به خاطر مال دنیا، هدف از کسب مال دنیا امرار معاش حلال باشه، این هم عبادت محسوب میشه. هجرتو الی ما هاجر الیه. نیت ها رو درست بکنیم. نیت ها بسیار مهمه. نیت خودمون رو اصلاح بکنیم. شما گفتی که ما میتونیم با این صفت صاحب تمام نیکی ها و عبادت هایی که بقیه انجام میدند بشیم. چطور؟ بله، رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که امام ترمذی، روایت صحیحی که امام ترمذی نقل میکنند از صحابی بزرگوار ابی کبشه انماری رضی الله عنه، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود 3 چیز رو قسم میخورم بهش و یک چیز رو برای شما ذکر میکنن، این رو حفظش کنید، خوب یاد بگیرید. این رو حفظ کنید و خوب یاد بگیرید. اون 3 چیزی که قسم میخورم، اول این که قسم میخورم مال صدقه هیچ وقت مال شما رو کم نمیکنه. قسم میخورم چیزی رو که صدقه میدید کاهش در مال شما محسوب نمیشه. صدقه مال شما رو کم نمیکنه، بلکه در آیات مختلف قرآن الله وعده داده 10 برابر، بلکه 700 برابر و بلکه بیشتر هم در آیه 271 72 سوره مبارکه بقره به شما خواهم داد. با ما باشید با ادامه این حدیث زیبا بعد از یک میان برنامه. خدمت شما خوبان و بزرگواران، 3 چیز رو قسم میخورم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود صدقه دادن مال شما رو کم نمیکنه. اول. دوم، اگر کسی مورد ظلمی قرار بگیره و صبر بکنه بر اون ظلمش، نه به این معنا که دفاع نکنه از خودش، نه، معنای حدیث این نیست. کسی که مورد ظلم قرار میکنه و نمیتونه از خودش دفاع بکنه، شرایطش رو نداره و صبر میکنه، الله تعالی اون شخص رو عزیز میکنه. حضرت قسم فرمودن که این انسان ذلیل نخواهد شد، عزیز میشه وقتی به خاطر خدا صبر میکنه. و سومین چیز، ما فتح عبد باب مسئله و الا فتح الله له باب فقر. هیچ وقت هیچ انسانی در گدایی، در تکدیگری رو باز نمیکنه به پیش مخلوق، دست گدایی دراز نمیکنه به پیش مخلوقات خداوند متعال، مگر این که صاحب اونها الله تعالی
خالق اون انسان رو فقیر، در فقر رو بروی اون باز میکنه. و یک چیز دیگر رو به شما یادآوری میکنم، اون یک چیز رو حفظ بکنید. و احدثکم فاحفظوه، این موضوع رو بسیار دقت بکنید. شاهد ما از این حدیث، دلیل ما این قسمت حدیث است. انما الدنیا لاربعه نفر، دنیا برای 4 گروهه، 4 شخص، کسانی که صاحب مالند و یا نیستند. 4 قسمتند. رجل آتاه الله مالا رزقه الله مالا و علما، شخصی که الله تعالی به اون مال داده و علم هم داده. فهو یتقی فیه و یصل فیه رحمه و یعمل لله فیه بحقه. اون شخص با این مالی که خدا به اون داده، با این علمی که خدا به اون داده، با این آگاهی که خدا به اون داده، تقوای الله رو پیشه میکنه، پرهیزگاری پیشه کرده، با خویشاوندان ارتباط برقرار میکنه، حقوق خویشاوندی رو رعایت میکنه، به اونها کمک میکنه، به اونها میرسه، دست اونها رو میگیره، از حال اونها خبر میگیره و هر کاری که در راه عبادت الله عزوجل انجام بیاد انجام میده. این انسان هذا بافضل المنازل، این شخص بالاترین درجات رو داره در بهشت، بالاترین اماکن بهشت نصیبش میشه. شخصی که آگاهی داره و میدونه که خداوند متعال عقاب داره، عتاب داره و ثواب چیه، گناه چیه، بهشت و جهنم چیه، عبادت چیه. این شخص مال هم داره و مال و علم خودش رو با هم در راه الله استفاده کرده. این قسمت رو خوب دقت کنید. و رجل رزقه الله علما ولم یرزقه مالا، شخص دیگری رو خداوند متعال بهش آگاهی داده، میدونه که ثواب چیه، میدونه که صدقه دادن ثواب داره، میدونه که فلان کار رو انجام دادن عبادته، میدونه که مال خرج کردن، مدرسه‌ای ساختن، بیمارستانی ساختن، مسجدی ساختن، به بیوه کمک کردن، به مستضعفی کمک کردن، به زندانی که به خاطر قرض خودش در زندان افتاده کمک کردن، به خانواده یتیمی کمک کردن، به اسیر کمک کردن ثواب داره، میدونه. اما خداوند بهش مال نداده که این کار رو انجام بده. و هو صادق النیه، نیت خالصانه ای داره. و یقول، و این انسان میگه لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان، اگر من مال می داشتم، اگر من ثروتی رو که فلانی داشت من هم می داشتم، منم مثل اون عمل می کردم. کاش منم پول می داشتم، مثل فلانی می رفتم مؤسسه خیریه‌ای را می انداختم. کاش من پول می داشتم، به همسایه مستضعف خودم کمک می کردم. کاش من پول می داشتم، مریض هایی که دور بر من هستند و می بینم و زجر می کشم از دیدن این صحنه، می رفتم به اونها کمک می کردم و سبب شفای بیماری اونها می شدم. کاش من پول می داشتم، این همه جوان دم بخت مشکلات ازدواج دارن، می رفتم کمک می کردم به اونها. کاش من پول می داشتم، به مدارس دینی کمک می کردم، به مدارس علمی کمک می کردم، برای تعلیم و تعلم جامعه کمک می کردم. کاش من پول می داشتم، در کار دعوت سهمی می داشتم، خیلی می رسوندم به داعیانی که در راه دعوت دارن خدمت می کنن. کاش من پول می داشتم، مسجدی بنا می کردم. کاش من پول می داشتم، به حج بیت الله الحرام می رفتم. کاش من پول می داشتم، می تونستم برم یک سفر عمره. کاش من پول می داشتم، می تونستم برم به حج، در حج شرکت بکنم. و کاش و کاش و کاش. الله تعالی از قلبهای ما خبر داره. این انسان آگاهه که ثواب این اعمال چقدر زیاده، اما نمیتونه انجام بده، به خاطر اینکه مال نداره، به خاطر اینکه پول نداره. این قسمت حدیث رو خوب دقت کنید عزیزان. فاجرهما سوا، این انسان مال نداره اما دلی داره که پر از درده، نیت خالصانه ای داره، با اخلاص از صمیم قلب. خدا میدونه که وقتی که این شخص در مقابل عکس کعبه قرار میگیره، در مقابل تصویرهایی که از تلویزیون میبینه از مکه مکرمه پخش میشه، اشکش جاریه. خدا میدونه که این عاشق کعبه است، این عاشق مکه است، دلش برای کعبه تنگه، دلش برای مدینه تنگه.
الله میدونه، این اشک‌ها رو میبینه. الله میدونه که این انسان دوست داره این عبادت‌ها رو انجام بده. الله ثواب تمام اون کسانی که این اعمال رو انجام میدن به این شخص که نمیتونه انجام بده فقط به خاطر این که خداوند این فرصت رو در اختیارش قرار نداده، تمام ثواب اونها رو به این میده. اینو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به من و شما فرمود در این روایت صحیحی که امام ترمذی نقل کرده. وقتی یک شخصی میگه لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فاجرهما سوا، صادقانه خالصانه میگه. برادر دلسوخته ای که شما این فرصت نصیبت نشده، خواهر محترمی که اشک بر گونه شما جاری میشه هر وقت عبادت دور بری ها رو میبینید، کارهای خیر رو میبینید و از این که ندارید کاری انجام بدید، شرکت بکنید در این کار خیر، اشکت جاری میشه. نگران نباش. الله تعالی به من و شما وعده داده از طریق پیغمبرش که به شما میدم این ثواب رو. و در ادامه حدیث میفرماید شخصی است که خداوند به اون مال داده و علم نداده، در راه گناه خرج میکنه، تقوا پیشه نمیکنه، ارتباطات خویشاوندی رو رعایت نمیکنه، به دور بری ها خیر نمیرسونه، این در اخبث المنازل، در بدترین جایگاه هاست در اون دنیا. و شخصی که نه خداوند به اون آگاهی و درک و شعور داده و نه مال داده و اون شخص در دل خودش باز نیت میکنه کاش من مثل اون گناهکاری که مال داشت و گناه میکنه میداشتم و میرفتم عیاشی میکردم، میرفتم فلان کارو میرفتم فلان گناه رو مرتکب میشدم. اون که گناه نمیدونه این چیزها رو، ولی خب به هر حال گناه کارش. این دو تا هم در گناه با هم شریکن. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا به روایت مسلم فرمود من سأل الله تعالی الشهادة بالصدق بلغه منازل الشهداء و این مات علی فراش. اگر کسی از الله تعالی شهادت رو طلب بکنه، این که جان خودش رو در راه الله تعالی فدا بکنه، شهید، کسی که مقرب نزد الله، شهید، کسی که بدون حساب کتاب بهش وارد میشه اگر حقی از مردم برگردنش نباشه، شهید، کسی که گرانترین سرمایه دنیای خودش که جان خودش هست رو فدا کرده به خالقش. خدای شهادت رو نصیب ما بکنه. از خدا میخواهیم که افتخار نصیب ما بشه. کسانی که دوست دارن شهید بشن اما این فرصت در اختیارشون نیست، این مجال در اختیارشون قرار نگرفته که از عقیده خودشون، از دین خودشون دفاع بکنن، با جان خودشون، با مال خودشون، اما دوست دارن، همیشه دست به دعا بلند میکنن. یکی از آرزوهای اینها اینه که شهادت نصیبشون بشه. شهادت یعنی خوشبختی کامل در دنیا و آخرت. اون لحظه که ما بریم باید میریم. لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. نه لحظه تأخیر میفته نه لحظه تقدیم. اون لحظه که انسان باید از دنیا خارج بشه، خارج میشه، چه با مرگ باشه چه با شهادت، چه با فوت باشه چه با شهادت. پس چه بهتر که با شهادت از دنیا بریم. اون کسانی که از الله خالصانه شهادت رو طلب بکنن، ولو این که شهید نشن در راه الله و روی بستر بیماری از دنیا برن، الله بلغه منازل الشهداء، الله جایگاه شهید رو به این میده در بهشت. این ثواب شهید بهش میرسه. این به مانند یک شهید داخل خونه خودش نشسته ثواب شهیدا رو داره میبره، داخل خونه خودش نشسته ثواب حاجیان رو داره میبره، داخل خونه خودش نشسته ثواب کسانی رو که داره تمام نیکی‌ها و عبادت‌های مالی رو انجام میدن داره انجام میده، اگر نیتش خالص باشه، اگر مخلصانه از الله تعالی بطلبه. و حضرت انس بن مالک، غلامی که 10 سال خوش نصیب خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در مدینه انجام داده بود، بنا به روایت امام مسلم میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در هنگام برگشت از غزوه تبوک وقتی که به مدینه منوره نزدیک میشدیم در راه به ما فرمود ان بالمدینه اقواما ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم و فی روایت و الا شاركوكم فی الاجر. هیچ قدمی شما بر نداشتید، در هیچ مسیری رو طی نکردید و قدم از قدم بر نداشتید و هیچ وادی رو پشت سر نگذاشتید مگر اینکه عده‌ای در مدینه هستند که اونها با شما بودند،
ظاهرشون این بود که نبودن، اونا تو مدینه بودن، در جمع نبودن. الا و کانوا معکم، اونها با شما بودن. در روایت دیگری فرمود اونها در اجر با شما شریک بودن. قالوا یا رسول الله و هم بالمدینه، گفتن یا رسول الله اونا تو مدینه بودن. قال و هم بالمدینه حبسهم العذر، اونا تو مدینه بودند، درسته، اونا تو مدینه موندن، با شما نبودن، نیومدن، این مسیر طولانی رو حتی طی نکردن، داخل خونه‌های خودشون نشسته بودن. اما اگر امکانات برای اونها می بود، اگر تواناییش رو داشتن، دوست داشتن با شما بیان، اونها میخواستن که بیان. چشمان اونها رو میبینه پیغمبر من گریانه، اشک میریزن، از این ناراحتن که چرا نمیتونن شریک بشن در اجر و پاداش با دوستان خودشون، با برادران خودشون، با خواهران و برادر مسلمان خودشون. وقتی حاجی‌ها به حج میرن اشک‌های اونها میریزه، چرا ما نمیتونیم با اونها شریک بشیم؟ این سعادت کی نصیب ما میشه؟ وقتی کسی مدرسه‌ای رو بنا میکنه، وقتی کسی مسجدی رو بنا میکنه، اینها اشک میریزن و میگن که چرا این نصیب ما نشد؟ نیت خالصانه، نیت خالصانه ثروت بسیار عظیمی است برای ما. اخلاص در عمل. و چه بسا بسیاری اعمال انجام میدن که این اعمال اونها هیچ مورد قبول الله قرار نمیگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که امام مسلم نقل می‌فرماید فرمود روز قیامت اولین کسانی رو که میارن برای حساب کتاب، اولین کسی که میاد یک شهیده، شهید شده در راه الله، میارنش فعرفه و نعمه، الله تعالی نعمتهای خود رو به اون معرفی میکنه. فعرفه، من فلان نعمت رو به تو دادم، فلان نعمت رو به تو دادم، فلان عزت رو به تو دادم. اون میپذیره، قبول میکنه، میشناسه، همین چیزا رو خبر داره. فماذا عملت فیها، چه کردی؟ این همه نعمت به تو دادم، یا بنده، ای بنده من، این همه نعمت من الله به تو دادم، تو چه کردی؟ اون میگه خدایا من در راه تو جنگیدم، انقدر جنگیدم تا کشته شدم، شهید شدم در راه تو. الله تعالی میفرماید دروغ میگی، به خاطر این جنگیدی که بگن این انسان شجاعیه، به خاطر این جنگیدی که بگن چقدر این انسان نترسه. تو به خاطر من نجنگیدی، به خاطر الله خودت نجنگیدی، تو به خاطر این و اون جنگیدی، به خاطر تعصب قومی خودت جنگیدی، تو به خاطر طایفه و خاندان جنگیدی، تو به خاطر اینکه بگن فلانی چقدر به قومش پایبنده، چقدر غیرت داره، تو به خاطر اون جنگیدی، تو به خاطر فلان شخص جنگیدی، تو به خاطر فلان امام جنگیدی که اون رو از خودت راضی بکنی، تو به خاطر فلان بزرگ و فلان ولی که احساس می‌کردی حاضر و ناظر بر اعمالت و می‌خواستی اون رو راضی بکنی، تو به خاطر اون جنگیدی. خالصانه نبود، این چشمه درونت با سم شرک آلوده شده بود، ناخالص بود، آلودگی داشت. فقط قیل، به خاطر تعریف بقیه بود، تعریفت کردن. بعد از اینکه کشته شدی گفتن عجب انسان شجاعی بود، عجب انسان دلیری بود، برات مراسم گرفتن، شهید، پهلوان، نترس، مراسم ها برات گرفتن، نسبت ماندگار موند، به هدفت رسیدی. بعد امر میشه اون رو به صورت کشیده میبرنش و اون رو به جهنم میاندازن. دومین کسی که آورده میشه کسی که علم یاد گرفته، علمی که در راه الله خرج میشه، با قرآن تعلیم گرفته، با قرآن تعلیم داده، میارنش. الله تعالی نعمتهای خود رو به اون معرفی میکنه، اون تایید میکنه، تصدیق میکنه. الله میفرماید فما عملت فیها، چه کردی؟ اون میگه که علم یاد گرفتم، تعلیم دادم، رسوندم، قرآن یاد گرفتم، قرآن تلاوت کردم. الله میفرماید دروغ میگی. علم رو یاد گرفتی به خاطر اینکه بگن عالمه، قرآن خوندی به خاطر اینکه بگن عجب قاریه، قرآن رو حفظ کردی به خاطر اینکه بگن عجب حافظ قرآنی. وقتی تلاوت میکردی رفته بودی جلوی مردم، هدف تعریف مردم بود، به به و چهچه مردم رو میخواستی. وقتی قرآن حفظ کرده بودی به خاطر این میرفتی جلو نماز میخوندی تا مردم بگن عجب حفظی داره، به خاطر تعریف مردم بود. علمی که یاد گرفتی بودی به خاطر میگن فلانی عجب خطیبیه، عجب سخنرانیه، به خاطر من نبود، به خاطر مردم بود. فقط قیل، مردم هم تعریف تو کردن، اون چیزی که میخواستی رسیدی. دستور داده میشه این رو هم به صورت کشیده میبرنش. الله ما به شما رو نجات بده. میبرنش میاندازنش به جهنم. و سومین شخص، کسی که خداوند بهش مال داده و انفاق کرده در راه، به اصطلاح خودش در راه خدا، اون رو میارن، از اون پرسیده میشه. الله تعالی میفرماد این نعمت رو به تو دادم، اون تایید میکنه، تصدیق میکنه. و بعد الله میفرماد فما عملت فیها،
چه کردی در این نعمتایی که من به تو دادم؟ تو چه کردی؟ اون میگه هیچ راه خیری نمونده بود مگر اینکه من رفتم فلان جا صدقه دادم، فلان جا خیریه ساختم، فلان جا مدرسه ساختم، فلان جا بیمارستان ساختم، به فلان چند زوج دم بخت کمک کردم، این کار رو کردم، اون کار رو کردم، این کار رو کردم، این کار رو کردم. الله میفهمد دروغ میگی. تو همه اینها رو به خاطر این کردی که بگن فلانی جواده، بخشنده است، فلانی خیره، عجب انسان خیری، عجب انسان خوبی. متاسفانه بسیاری از ما این دردها مبتلاییم و نمیدونیم. تو به خاطر تعریف مردم این کارو کردی، جلوی مردم میدادی، وقتی بیرون میرفتی فقیری دست دراز میکرد جلوی تو نمیدادی بهش، وقتی کسی تنها به تو تماس میگرفت کمک میخواست نیاز به کمک داشت بهش نمیدادی، چون اونجا کسی خبر نمیشد. این رو هم کشیده با صورت میبرن و به جهنم میاندازن. نیتهای ما سرنوشت دنیا و آخرت ما رو تعیین میکنه. نیت ما اگر خالصانه باشه، ولو اینکه هیچ کاری هم انجام ندیم و اون فرصت در اختیار ما نباشه، اون مجال در اختیار ما نباشه، مال در اختیار ما نباشه، اون فرصت نباشه، به نیتامون با نیتهامون دفترهایی از اعمال برای ما نوشته میشه. ثروت عظیمی رو برای خودمون ذخیره میکنیم و اگر نیت ما صادقانه نباشه و مخلصانه نباشه و اخلاص درون قلب‌های ما جا نگرفته باشه، ولو اینکه کوههایی از عمل رو هم انجام بدیم، باز هم با سر به جهنم خواهیم رفت. دعا بکنید الله تعالی به من و شما توفیق اخلاص، کسب اخلاص، این سرمایه عظیم رو نصیب بفرماید. با ما باشید در قسمت بعدی این برنامه، فواید اخلاص و صفات مخلصین. چجوری میشه مخلص بود؟ چه کسانی مخلصن؟ چه صفاتی دارن تا اون صفات رو در وجود خودمون بیاریم و چه ثمراتی در دنیا و آخرت برای ما خواهد داشت؟ گرچه به بعضی از اونها اشاره کردیم، به طور بیشتر به طور مفصل‌تر انشاءالله در قسمت بعد با ما باشید. از اینکه تا این لحظه از برنامه ما رو یاری کردید و در این مجموعه، در این سلسله پشت سر هم برای اصلاح اخلاق با ما گام برمی‌دارید تا این مسیر رو با هم طی بکنیم. ممنون، سپاسگزارم و همه شما عزیزان و خوبان رو به الله تعالی میسپارم. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارش.